آتشی ابدی زیر سیل باران در باغ غلبه دوشنبه به یاد قربانیان جنگ بر فاشیسم علنگه میزد. از 2200 نفر شرکت‌داران جنگ بزرگی وطنی سالهای 1941-1945 که امروز در تاجیکستان باقی مانده و به سر میبرند، شماره خیلی کوچک شرکت داشتند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، شهردار دوشنبه محمد سید عبیداللهیف و تعدادی از مقامات رسمی به خاطر تبریک شرکت‌داران جنگ بزرگ وطنی و پاس خاطر قربانیان در این مراسم خاصه نچندان بزرگ شرکت داشتند. رئیس جمهور در صحبت با شرکت‌داران و معیوبان جنگ بر فاشیسم از کمک‌های رسیده به آنها صحبت می‌کرد، ولی جنگاوران با استفاده از موقع مساعد مشکلات خود را نیز مستقیم به رئیس جمهور می‌رساندند. ما سفارش میدیم، حکومت‌ها صاحب کارهای امروز فرزندای بنگناموس آبشار هستند، کمک می‌کنند، غمخواری می‌کنند، دائما خبر می‌گیرند، نه اینکه یک غمخواری خسکی، نه تنها یک در روزی غلبه نیست، تمامی دورس‌ها. انا 40 سال پیش زباد کار کردیم. خیر است وای پینز برآمده وای پینز 94 وای پینز ریسپوبلیک ایمان نبود. از مانده تو باکوات است. نوشتم فکرات خب نه فکرات نوشتم اون نه سواد نداریم که رئیس داره رئیس زندگی بد نیست سوز است یکی درماندم با خونه ندارم جون بلندی بدای بسیار روزای بعد کشیدیم برادر با یوشکتی نکی بخور راحت شدید سادم سلامت باشه پرزیدنتمون بسیار نقد نگهمون میکنه نفقه حاضر 560 میرسه خوبه آخه رسیدن که بگوی اما قریب 8 دیگه باشه میرسه بعداً طبق معمول در حضور شرکت‌داران جنگ بر فاشیسم و مقامات رسمی گذشت نظامی دایر شد. سربازان ارتش ملی تاجیکستان هنر جنگی خود را برای شرکت‌داران به نمایش گذاشتند. در حضور سابقه‌داران جنگ یک تعداد سربازان به تازگی به صف ارتش دعوت شده قسم نظامی یاد کردند. انتهای مراسم تجلیل از 66مین سالگرد پیروزی در جنگ بر فاشیسم آلمانی کنسرت نظامی بود. در جبهه‌های جنگ بر ضد فاشیسم 300,000 نفر ساکن تاجیکستان جنگیدند که 92,000 نفر آنها در میدان نبرد کشته شدند. در این جنگ 55 نفر جوانمرد تاجیک به عنوان قهرمان اتحاد شوروی بلندترین عنوان آن زمان قدر شدند که اکثر آنها این عنوان را پس از مرگ دریافتند.